سلام بچه ها، این کمبوی مبتدی پل یا لول پل این ترو هست برای جلسات اول یا دوم. میله باید استاتیک باشه. حالا در ادامه کمبو رو خورد میکنم و ریز به ریز توضیح میدم. صاف و محکم کنار میله روی پنجه پاهاتون میستید. با دست داخلیتون محکم پل رو بکشید، لگنتون از پل دور کنید. با پای داخلی قدم اول رو میزنید. با 3 تا قدم که قدم ها رو نزدیک بیس میله میذاریم، سعی میکنیم یه دور کامل دور میله بزنیم و تو نقطه اول برگردیم بیستیم. بعد با سمت دیگه بدنتون هم انجامش بدین. اسم این حرکت پیروئت هست. برای پیروئت شما دور خودتون روی یه نقطه میچرخید. روی پنجه پاهاتون رو جفت بذارید، با دست خارجی پل رو فشار بدید و به سمت داخل با قدم‌های کوچیک روی نقطه بچرخید و برگردید. به دست بالام دقت کنید. موقع چرخیدن شستم رو میبرم پشت میله، با پشت دست میله رو نگه میدارم. دور که زدم پل تو دستمه. برای پیروئت با یک پا وزن رو میندازید روی پای خارجی، پای داخلی خم، دست خارجی پشت میله. به وسط چرخش که رسیدید دست بالا رو میچرخونید، برمیگردید و پاشنه پا رو میذارید زمین. حالا 2 تا حرکت رو به هم وصل میکنیم. پل واک، یک دور دور میله، میستیم و پیروئت. این حرکت دیپ ترن یا استپ اراوند هست. برای دیپ ترن دست و پای داخلی رو نزدیک میله، دست خارجی پایین و پای خارجی رو از میله دور میکنیم و به عقب میکشیم. میخواید با پای خارجیتون یه دایره خیلی بزرگ دور میله بکشید. سعی کنید پا رو صاف نگه دارید، روی پنجه پای داخل وایسید. به محض اینکه پای خارجی رو گذاشتید رو زمین، پای داخلی رو بلند کنید و با اون هم یه دایره بزنید و پشت پای خارجی سر نقطه اول وایسید. وقتی دیپ ترن 2 دستی رو تمرین کردید، میتونید دست خارجی رو بردارید و با یه دست انجامش بدید. سعی کنید که نپرید و بیشتر حالت رهایی و افتادن داشته باشید. اسم این حرکت بک نی هوک اسپین هستش. دست راست رو صاف بالای میله بگیرید، پای چپ رو به میله نزدیک میله و دست چپ هم خم پایین تر. پای راست رو بلند کنید و به سمت عقب لگد بزنید یا به سمت عقب بیفتید. وقتی که افتادین منتظر باشید تا میله بخوره به پشت رون پای چپتون. همین که میله رو پشت رونتون حس کردید، زانوی چپ رو خم کنید، پلو تو زیر بغل دست چپتون فشار بدین و سر بخورید پایین. همزمان حواستون باشه که وقتی میافتین میله رو میکشین توی زیر بغل دست داخلی یا دست خمتون. حالا ببینید که چطور از این حرکت بلند بشیم. از نی هوک که سر خوردید به زمین رسیدید، میله رو توی دستاتون به سمت پایین بکشید. دست داخلتون پایین، خارجی بالاش. پای خارجی رو اول بذارید جلو، زاویه 90 درجه روی پنجه و پا رو به زمین فشار بدید. همزمان با دستان میله رو میکشیم پایین و پای داخلی رو هم تو همون زاویه میذاریم و اول با لگن بلند میشیم و با دست خودمون رو میکشیم. شکم منقبض، باسن رو صفر کنید و خودتون به سمت بالا فشار بدید، نه جلو. حالا استپ اراوند و بک نی هوک رو به هم وصلشون میکنیم. به همون ترتیب استپ اراوند رو میزنید، اما این دفعه پای دوم رو دیگه رو زمین نمیذارید و از همون شتاب استفاده میکنید و به عقب لگد میزنید و بیشتر میچرخید. نتیجه کار رو دوباره ببینیم. پل واک، 3 قدم، پیروئت، استپ اراوند، بلافاصله بک نی هوک اسپین. میتونید یه اسپایس هم بهش بدین و
مثل پل دنسر رو بلند شید و دوباره وایسین.